اگر آنلاین شاپ داری و هنوز کلی وقت صرف تولید محتوا می‌کنی، بیا بهت یاد بدم فقط تو 1 دقیقه از یه عکس ساده از محصولت یک همچین ویدیو خفنی بسازی. خب اول وارد سایت پیکو پایلوت میشیم. من لینک سایت رو داخل کامنت براتون میذارم. با جیمیل ثبت نام میکنیم. برای هر حساب جیمیل یک تعدادی سکه رایگان میده. ولی اگر میخواین که استفاده نامحدود از این سایت داشته باشید، یک ترفند داره. توضیحات کاملش رو توی کامنت اول براتون گذاشتم. بچه‌ها خیلی سایت خفنیه، خیلی قابلیت‌های باحال داره، مخصوصا اگر آنلاین شاپ پوشاک دارید. مثلا اینجا میتونید برای محصولتون سایه ایجاد کنید یا اینجا محصول رو دیزاین کنید، عکس بدید ترجمه کنه یا بک‌گراند درست کنه برای تصویرتون. ولی فعلا با این قابلیت ما میخوایم شروع کنیم. اینجا مشخص میکنید که عکس محصولتون چیه. مثلا فقط لباسه یا فقط شلواره یا هم شلواره هم لباسه و یا یک پیراهن سرهمیه. خب من برای شروع این قسمت رو انتخاب میکنم. اول عکس لباس و دامنی که میخوام و از اینجا آپلود میکنم. اینجا چند تا گزینه هست. اول انتخاب میکنم که لباس تن یک مدل باشه یا مدل های مختلف. بعد گزینه زن، مرد و بچه داره که خب اینجا جنسیت مدلمون رو میتونیم انتخاب کنیم و تو این قسمت انتخاب میکنیم که لباسمون دقیقاً چیه. مثلا لباس آستین بلند، دامن، کت یا هر چیز دیگه. بعد از اینکه مدلم رو انتخاب کردم و میگردم دقیقاً ستی که بیشترین شباهت رو به لباسهای من داره رو پیدا میکنم و انتخابشون میکنم، مخصوصاً از لحاظ قد لباس. مثلا اینو انتخاب میکنم و هر 4 تا ژست برام انتخاب میشه. گزینه ساخت عکس رو میزنم و یکم زمان میبره تا عکسم درست بشه و میبینید که چقدر خوشگل درست کرد برامون. البته بعضی از عکس ها ممکنه که خراب بشه یا مثلا مشابه اون لباس نباشه، اما کلیت کار عالیه. حالا مثلا شما از یک سایتی لباس خریدید و نمیخواین از مدل های سایت استفاده کنید یا لباس تن خودتونه و نمیخواین عکس خودتون باشه، خیلی راحت میتونید لباستون رو تن یک مدل دیگه کنید. از این قسمت این گزینه رو میزنیم، عکس خودمون رو آپلود میکنیم و مدل‌های مختلف رو انتخاب میکنیم تا ببینیم کدوم مدل برای لباس ما بهتر میشه و میبینیم که دوباره چقدر عکسای خوشگلی بهمون داد. واقعا خیلی سایت باحالیه. حالا وقتشه که مثل یک مدل واقعی عکسمون رو متحرک کنیم. داخل همین سایت این قابلیت رو داریم، اما در صورتی میتونید از اون استفاده کنید که اکانتش رو خریداری کرده باشید. پس ما وارد سایت کلینگ ای آی میشیم، ثبت نام میکنیم و این قسمت رو میزنیم. از این قسمت عکسمون رو وارد میکنیم. وارد چت جی پی تی میشیم و چیزی که میخوایم و بهش توضیح میدیم تا برامون یک پرامپت متنی تولید کنه. پرامپت رو توی این قسمت وارد میکنیم و جنریت رو میزنیم که خب البته یکم زمان میبره تا ویدیو آماده بشه. ویدیو آماده است و میبینی که چقدر جذاب شد و انگار واقعا یک مدل حرفه‌ای استخدام کردید. این سایت هنوز کلی قابلیت‌های دیگه هم داره که تو قسمت‌های بعدی بهش میپردازیم. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید.